با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان. دوستان عزیز، در این ویدیو من میخواستم که در رابطه با ضرورت استفاده از جوش ربات توضیحات خدمت شما عرض کنم. ببینید دوستان، دنیا داره میره به سمت اتوماسیون و با اتوماسیون میشه هزینه ها رو کم کرد. اینو توجه بفرمایید. ببینید به زور به مقررات و فلان اینا نمیشه هزینه کم کرد. الان چرا کامپیوتر ارزون شده؟ نسبت به کی؟ نسبت به مثلا 30 سال پیش ارزونه. دلار برای ما گرون شده، ارزش پول ملی ما پایین اومده و الان کامپیوتر اگه دلار رو شما بخواید حساب کنید نسبت به 30 سال پیش ارزون شده. چرا؟ به خاطر پیشرفت تکنولوژیکی. خب ساز فلزسازی هم همینه. ساز فلزی باید با حرکت به سمت اتوماسیون، تولید مکانیزه و اتوماتیک، حداقل نیمه اتوماتیک اینجوری بگیم، با هزینه رو بیاره پایین. خب یکی از روش‌ها یا یکی از راه‌هایی که میشه هزینه ها رو پایین آورد استفاده از جوش رباتیکه. من خواهشم اینه که به این ویدیو توجه بفرمایید. من در طول ویدیو یه توضیحاتی هم خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. خب ببینید، در اینجا یه توضیحی میده که من اجازه میخوام که اینا رو خدمت شما عرض کنم. اینو برگردونم یه چند ثانیه عقب. ببینید میگه که traditional manual welding، جوش دستی سنتی چه معایبی داره؟ معایبش میگه کارایی پایین، راندمان پایین که مشخصه. 2 میگه هزینه بالا. خب 3 میگه کارگر جوشکار ماهر کمه، میگه کمبود جوشکار ماهر. این مسئله فقط ایران نیست، مسئله تمام دنیاست، حتی مسئله چین هم هست. خب حالا توجه بفرمین. حالا محسنات جوش اتوماتیک چیه؟ میگه محسناتش هوشمنده، باهوشه، راندمان بالاست، کارایی بالاتری داره. 2 یادگیریش آسان‌تره. دوستان جوشکاری، جوش دستی خودش از جوش ربات خیلی مشکل تره. خب 3 مناسب برای تولید انبوه، که خب ما دنبال تولید انبوهیم دیگه. اینجا را توجه بفرمین دوستان. اینجا حتی جوش طولی هم، حالا اینو دقیقا مطمئن نیستم که با ربات جوشکاری شده جوشای طولی رو عرض میکنم یا اینا. من فکر کنم به هر حال یه جورایی ربات اینجا درگیر هست. حالا اینو بیشتر من میپرسم. ما برای جوش زیرپودری هم برنامه داریم، در فاز بعدی به این موضوع هم خواهیم پرداخت. اما اینجا من در رابطه یه موضوع هم میخوام خدمت شما توضیحات عرض کنم. ببینید با این جوش رباتیک برای جوشکاری استیفنرها، فیس پلیت ها که الان این یه تیر 2 سرفلنجه، خب ببینید کار چقدر الان آسان تر شده و روان تر داره پیش میره. قطعات مثلا استیفنرها، مثلا همین فلنجا، اینا با لیزر برشکاری شده، با لیزر سوراخ‌کاری شده، حالا داره ربات هم جوشکاری میکنه. اما یه اشکالی هم اینجا داریم، یعنی مثل این که شاید بگم 50% یا بیشتر از 50% راه رفتیم، یه 50% دیگه یا خورده کمتر هم مونده. اون چیه؟ اونم اینه که اینجا ما برای گردوندن این تیرها یا هر قطعات، اصلا فرض کنید باکس رو میخوایم که دستکه رو به باکس جوشکاری کنیم،
4 تا دستک داریم حداقل برای هر طبقه. الان مثلا فرض کنید یه دونه ستون باشه، چندین طبقه باشه، خب که در کارخونه جوشکاری شده، خب مثلا فرض کنید که حداقل 2 سری 3 سری شاید مثلا ممکنه که دستک داشته باشیم. خب برای این جوشکاری دستک ها نیاز به گردوندن باکس داریم. چجوری؟ اگه بخوایم برگردیم به روش، یعنی نیم نگاهی بندازیم به روش سنتی و با جرثقیل بخوایم که یه قطعه کار برگردونیم، چه تیر باشه چه ستون باشه، خب این برگردوندن یه مقدار لطف این جوش رباتیک رو کم میکنه، یه مقدار هم که نه بیشتر کم میکنه، چون استفاده از جرثقیل برای برگردوندن قطعات کم زمان نمیبره. ما برای اینکه این مسئله رو هم حلش کنیم داریم با فروشنده صحبت میکنیم که یه نوع گرداننده هایی رو ایشون، این شرکت فروشنده، درست کنه که لینک بشه به جوش، یعنی از یه نرم افزار فرمان بگیره کجا بچرخونه کجا نچرخونه، کجا ثابت باشه، چند درجه بچرخونه و کی ثابت باشه که ربات ما بتونه جوشکاری کنه. ادامه میدیم. خب اینجا میگه که اینجا یه حرف میزنه، میگه که برای دسترسی به راندمان بالا breakthrough traditional bottleneck یعنی گلوگاه ها، اون گلوگاه هایی که در هر واحد ساز فلزسازی هست، میگه برای اینکه از اینا عبور کنید. خب اون تیری که در ابتدای ویدیو ملاحظه فرمودین، اون تیر جوشی بود، ولی اینجا داره، ببینم همینه، بر اینجا اگه شما نگاه کنید اون تیری که الان داره روش کار میکنه این تیر فابریک بود، اچ فابریک بود. حالا جالبه که ببینید این الان ببینید اچ فابریک، اون اولی که نشون دادم اون اولی جوشی بود. اینجا ببین لیزر اومده، پرتو لیزر درزیابه خب اومده روی قطعه کار حرکت میکنه، درزا رو تشخیص میده و نیاز به تیچ کردن نداره، خودش میره اون درزا رو پیدا میکنه و جوشش رو انجام میده. البته بسته به اون الگوریتمی که برای نرم افزار سیستم تعریف شده. جالبه که الان حتما یه جا ملاحظه می‌فرمایید که جوش‌های عمودی رو چجوری از پایین میاد جوش میده، شروع میکنه میاد بالا با اسیلیشن. اون چیزی که اون کاری که اینو میگم دیگه، کار جوش دستی از کار رباتیک خیلی سخت داره. جوشکار باید با دستش بازی کنه، هی سینوسه بخواد حرکت بده دستشو، ولی اینجا دیگه ربات داره این کارو میکنه، زحمت جوشکار میکشه. ببینید این هم عبده جوش طولی بود. اینا ویدیو رو سرهم کردن، یه خورده از اینجا یه خورده از اونجا. خب دوستان عزیز، امیدوارم که این ویدیو برای شما قابل استفاده بوده باشه. منتظر خبرهای خوبی باشید که به هر حال با کمک همدیگر ما در این صنعت پیش خواهیم رفت. پایدار باشید.